سلام میکنم به شما والدین عزیز خانواده بزرگ دو زبان شو. میدونین یکی از پرتکرارترین سوالایی که از ما پرسیدین تحلیل کارتون مکس و روبی بوده. خب امروز دیگه وقتشه. میخوایم با هم این کارتون رو بذاریم زیر ذره‌بین و ببینیم واقعا چقدر میتونه به دو زبان شدن بچه‌هامون کمک کنه. خب بریم سر اصل مطلب. همون سوالی که احتمالاً همه شما رو به اینجا کشونده. آیا مکس و روبی واقعاً به درد یادگیری زبان میخوره یا میدونین فقط یه سرگرمی ساده و خوشگله؟ ببینید، هدف ما توی این تحلیل اینه که یه جواب کاملا شفاف و روشن به این سوال بدیم. من بهتون قول میدم تا آخر این برنامه شما دقیقاً دستتون میاد که چطوری میشه از مکس و روبی به عنوان یه ابزار مفید و قدرتمند برای فرزندتون استفاده کنین. خیلی خوب. اول از همه بریم ببینیم مکس و روبی اصلاً چی هست؟ یعنی هسته اصلی این مجموعه چیه؟ خب ببینین این یه کارتون کاناداییه که از روی یه سری کتاب ساخته شده. دنیایی که به بچه‌ها نشون میده یه دنیای خیلی آروم و امن و قابل پیش بینیه. داستاناش پیچیده نیستن، همش در مورد اتفاقات روزمره یه خواهر و برادر خرگوشه و دقیقاً همین سادگی و حس امنیته که بچه‌ها رو اینقدر جذب خودش میکنه. حالا نکته جالبش اینجاست. تضاد بین این دوتا شخصیت اصلی یعنی روبی و مکس انگار موتور محرک داستانه. از یه طرف روبی رو داریم، خواهره که خیلی حرف میزنه، خیلی مسئولیت پذیره، همش دنبال برنامه ریزیه. از اون طرف مکس هست، برادره که خیلی کم حرفه، بیشتر اهل عمله و دوست داره همه چیز رو خودش تجربه کنه. همین تفاوتاشون یه الگوی زبانی خیلی باحال درست میکنه. خب بریم سراغ بخش دوم، ویژگی‌های زبانی و سنی. سوال اینه، این کارتون دقیقاً برای چه سنی خوبه و از نظر زبانی در چه سطحی قرار میگیره؟ ببینید از نظر زبانی مکس و روبی کاملا برای بچهای مبتدی طراحی شده. زبانش خیلی ساده است، محاوره‌ایه و کلی تکرار داره. کلمات خیلی شمرده و واضح گفته میشن و دایره لغاتش هم دقیقاً همون چیزاییه که بچه‌ها تو زندگی روزمرهشون باهاش سر و کار دارن. خونه، غذا، اسباب بازی، لباس. در واقع همه چیز روی سادگی و وضوح متمرکزه، نه مفاهیم پیچیده. پس با توجه به این چیزایی که گفتیم، بازه سنی ایدئال برای این کارتون بچهای 2 تا 5 ساله هستن. توی این سن این سادگی و تکرار براشون فوق‌العاده جذابه. اما خب طبیعتاً برای بچه‌هایی که بزرگترن ممکنه محتوا و زبانش دیگه زیادی ساده باشه. حالا بیایید یه مقایسه جالب بکنیم. اگه مکس و روبی رو بذاریم کنار یه کارتون معروف دیگه مثل پپا پیگ، تفاوت‌ها خیلی خوب معلوم میشه. پپا پیگ ریتمش تندتره، طنز بیشتری داره، روابط اجتماعی توش پیچیده‌تره، اما در مقابل مکس و روبی خیلی آرومتر و ساده‌تره. این یعنی چی؟ یعنی یه نقطه شروع فوق‌العاده امن و بی‌دردسر برای اولین مواجهه بچه با زبان دوم. خب بریم سراغ بخش سوم که خیلی هم مهمه، اشتباه رایج والدین. ببینید با همه این تعریف‌ها و نکات مثبتی که گفتیم یه تله بزرگ وجود داره که متاسفانه خیلی از والدین با نیت کاملا خوب توش میافتن. بیایید ببینیم این اشتباه چیه و چطور میشه ازش فرار کرد. این جمله شاید مهمترین جمله کل این تحلیل باشه. یادتون باشه کارتون فقط زمینه مواجهه با زبان رو فراهم میکنه، اما به خودی خود یادگیری فعال ایجاد نمیکنه. به زبون ساده‌تر، مکس و روبی یه ابزار کمکی فوق‌العاده است، اما یه معلم خصوصی نیست که 24 ساعته بالای سر بچه باشه. و این ستا دقیقاً همون اشتباهات رایجین که میتونن تمام فایده کارتون رو از بین ببرن. اشتباه اول، تماشای منفعل. یعنی چی؟ یعنی بچه رو تنها بذاریم جلوی تلویزیون و بریم سراغ کار خودمون. اشتباه دوم، انتظارات غیر واقعی. یعنی فکر کنیم بچه فقط با دیدن این کارتون یهو شروع میکنه به انگلیسی جمله ساختن. و اشتباه سوم، استفاده از کارتون به عنوان صدای پس زمینه. مثلا فقط روشنش کنیم که یه صدایی تو خونه باشه. توی هر سه حالت بچه فقط یه شنونده کاملا منفعله. همین. اما خب خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که تبدیل کردن این تماشای منفعل به یه یادگیری فعال خیلی هم کار سختی نیست. خیلی ساده تر از چیزیه که فکرش رو بکنید. فقط کافیه چند تا راهکار هوشمندانه رو بلد باشیم. این یه فرایند 3 مرحله‌ای ساده است. قدم اول همراهی فعال. یعنی چی؟ یعنی با بچه‌تون کارتون ببینید، به چیزایی که روی صفحه می‌بینید اشاره کنید، اسمشون رو بگید. قدم دوم تکرار هوشمند. کلمه‌های کلیدی یا جمله‌های ساده رو شما هم باهاش تکرار کنید. و قدم سوم که به نظر من از همه‌شون مهمتره،
اتصال به دنیای واقعی، یعنی اون کلمه ها رو بیارید تو زندگی روزمره‌تون. مثلا بگید بیا کفشامون رو بپوشیم، درست مثل روبی. با همین 3 تا کار ساده یادگیری واقعی شروع میشه. بسیار خوب، رسیدیم به بخش آخر، نتیجه گیری. پس با همه این حرفا بالاخره مکس و روبی انتخاب خوبیه یا نه؟ ببینید، جمع‌بندی نهایی ما اینه. مکس و روبی به عنوان نقطه شروع یه انتخاب عالیه. برای اولین مواجهه با زبان، برای اینکه یه محیط آروم و امن برای بچه فراهم کنیم و برای یاد گرفتن واژگان خیلی ساده حرف نداره. اما قدرت واقعی این کارتون فقط وقتی آزاد میشه که شما یعنی والدین فعالانه مشارکت کنید. پس اگه بخوایم کل این تحلیل رو توی یه جمله خلاصه کنیم، اون جمله اینه: از مکس و روبی به عنوان پله اول یه سفر زبانی بزرگتر استفاده کنید، نه به عنوان کل مسیر. انتخاب عالیه برای شروع، اما به تنهایی کافی نیست. خیلی خوب، امیدوارم این تحلیل بهتون کمک کرده باشه که با یه دید بازتر و آگاهانه‌تر برای فرزندتون تصمیم بگیرید. اگه دوست دارید از این تحلیل‌های کاربردی بیشتر ببینید، حتما کانال ما رو دنبال کنید تا توی این مسیر هیجان انگیز کنار هم باشیم. و حرف آخر. این سوال رو از شما دارم. دوست دارید تحلیل بعدی ما در مورد کدوم کارتون باشه؟ حتما توی کامنت ها برامون بنویسید، چون تحلیل بعدی رو بر اساس پیشنهادهای خود شما میسازیم.